آخرین ورژن گرگ پارسی بهترین ورژن تاریخ خودشه. حتی از ورژن افسانه‌ای 2019 مثل المپیای 2022 که قهرمان شد و آرنولد کلاسیک 2024 هم پخته‌تر، خشک‌تر و کامل‌تره. درسته تو المپیا حقشو خیلی واضح خوردن، ولی مثل همیشه هادی بعد از المپیا تازه داره وارد بهترین پیک بدنی خودش میشه. میدونین رمز موفقیتش چیه؟ هادی دیگه اون استرس لعنتی المپیا رو نداره، نه درگیر اینه که کات باشم یا حجیم یا این که حقمو میدن یا نه. توی آرنولد کلاسیک همه چیز مشخصه، زیبایی، کات، بالانس. هادی هم دقیق میدونه چی میخوان، باید چی تحویل بده و مطمئن آرنولد مثل المپیا بازی داوری و حقخوری و بیزینس نداره. همین آرامش باعث شده بدنش بدون کورتیزول اضافی همون خشکی همیشگی رو داشته باشه و همزمان حجمی بگیره که تا حالا ازش ندیده بودیم. بازوهاش که کوچیک و بزرگ بود بهتر شده و قطعا همین مشکل رو توی پاهاش هم برطرف کرده یا بهتر شده. واقعا به نظر میاد این بهترین نسخه تاریخ هادیه، ورژنی که قراره روی استیج با پیک کامل و یه چک $750,000 توی دستش بدرخشه. نظرتون چیه؟